در آغاز باز یک صبح نو به شما بیننده بینید عزیز رادیو آزادی سلام میگم از دفتر مرکزی رادیو آزادی در پراگ و امیدوارم که حالا هر کجا هستید صحت و سلامت هستید و گوش و هوشتان کاملا با ماست تا ببینیم همراه با شما که چی خبرهای تازه است در تاجیکستان و جهان. آغاز میکنم از آن که ترکمنستان اجازه داده است که قطارهای بندمانده تاجیکستان از مرز آن کشور عبور کنند، اما حرکت نقلیات بورکشی که به تاجیکستان محصولات می‌آورند همچنان منع میباشد. یک منبع در اداره رای آهن تاجیکستان روز 6 سپتامبر به رادیو آزادی گفت نزدیک 150 قطار این نهاد دیروز اجازه پیدا کردند که مرز ترکمنستان را عبور نمایند. به قول منبع مقامات رای آهن ترکمنستان با ارسال یک مکتوب به همتایان تاجیک خود گفتند حرکت قطارها را با سبب مشکل داخلی خود منع کردند. همصحبت ما در اداره رای آهن همچنین گفت قطارهای بندمانده از اروپا به تاجیکستان محصولات می‌آوردند. ترکمنستان در حال به حرکت قطارهای تاجیکستان اجازه می‌دهد که بیش از یک هفته اخیر ده‌ها نقلیات بورکش تاجران تاجیک در مرز این کشور درماندند. مقامات وزارت نقلیات تاجیکستان میگویند در حال حاضر ده‌ها ماشین راننده‌های تاجیک در گذرگاه‌های مرزی ایران و ترکمنستان و ازبکستان و ترکمنستان اجازه ورود را ندارند. فعالیت طول یوریولا در مقام رئیس برنامه‌ای سازمان امنیت همکاری اروپا در دوشنبه به انجام می‌رسد. دفتر مطبوعاتی این سازمان در تاجیکستان دیروز با پخش بیانیه گفت که رسالت سفیری یوریولا با سبب خاتمه یافتن مهلت کارش در این مقام به انجام می‌رسد. سفیر طول یوریولا که دیپلمات فنلندی است، 1 اکتبر سال 2016 به مقام رهبری دفتر نمایندگی سازمان همکاری اروپا در تاجیکستان تعیین شد. فعلا اسم رهبری نو این نهاد در تاجیکستان معلوم نیست. ختم رسالت رهبری دفتری برنامه‌ای کردن دیپلمات فنلندی در حالی است که یک سال پیش به تقاضای تاجیکستان مقام سازمان امنیت همکاری اروپا در این کشور از دفتری نمایندگی تا به دفتری برنامه‌ای محدود شد. چون این تصمیم بعد آن گرفته شد که تاجیکستان از روی یافتن نمایندگان مخالفین به نشست ارزیابی‌های حقوق بشر این سازمان در ورشو پولشا سپتامبر سال 2016 اعتراض کرد. تاجیکستان گفت که از دعوت نماینده‌های سازمانی که در تاجیکستان تروریستی و ممنوع اعلام شدند راضی نیست. سال جاری هم در استانه برگزاری این نشست وبسایت آژانسی رسمی خاور با نشر مطلب گفت که در صورت در نشست امساله سه شرکت کردن نمایندگان مخالفین تاجیک موضوع بسته شدن دفتر این سازمان در دوشنبه مطرح می‌شود. هنوز سازمان امنیت همکاری اروپا به این تهدید واکنش نکرده است. رو می‌رم به خبرهای جهانی. مقامات آمریکا و پاکستان اظهار باوری کردند که همکاری‌ها بین دو کشور بهبود می‌یابد. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز 5 سپتامبر بعد ملاقات با عمران خان نخست وزیر پاکستان گفت که امیدوار است رابطه‌های آسیب دیده دو طرف در آینده بهتر شود. پیش از سفر مایک پامپئو به اسلام آباد وزارت دفاع آمریکا گفت که کمک نظامی 300 میلیون دلاری برای پاکستان را لغو می‌کند، زیرا این کشور برای محو افراطگرایان در قلمروش به قدر کافی کوشش نمی‌کند. مایک پامپئو در این باره گفت که برای اثر گرفتن کمک نظامی به پاکستان راه درازی در پیش است. آمریکا در گذشته به ارتش اسلام آباد برای کمکش در جنگ به ضد تروریسم 100 میلیون دلار یاری داده است. مقامات ایران میگن اگر روسیه و چین و قدرت‌های اروپایی مثل آمریکا از سوزش اتمی با اون کشور دست کشند، ایران فعالیت‌های اتمیش را از سر میگیرد و نظر به گذشته اورانیوم غلیظتر را تولید خواهد کرد. بیروز کمالوندی به تلویزیون دولتی ایریب گفته است ایران از جهت غنیسازی اورانیوم نظر به گذشته پیشرفتی زیاد کرده است و فعالیت‌ها در این زمینه خوب پیش می‌روند. با گفته او اگر طرف‌های دیگری سوزش اتمی آن را رعایت نکنند ایران غنیسازی اورانیوم اثر می‌گیرد و ایران و 5 قدرت جهانی آمریکا و روسیه، چین و فرانسه و آلمان و بریتانیا سال 2015 سوزش چند جانبه اتمی را امضا کردند. بر اساس آن ایران غنیسازی اورانیوم را که می‌تواند برای 3 سال بمب اتمی استفاده شود محدود کرده بود و تحریمات اقتصادی به ضد آن را سبکتر کرده. اما ماه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از این سازش دست کشید و تحریمات به ضد ایران را برقرار نمودند. خب امیدوارم که حالا ما را گوش دارید. بار دیگر درود میفرستم برای همه آنهایی که با ما همین لحظه پیوستند و من خبرها را از تاجیکستان ادامه میدم. دادگاه نهایی سینای پایتخت یک ساکن شهر دوشنبه را به خاطر دشنام و آزار دادن همسرش به 1 هفته حبس محکوم کرد. بنا به اطلاع دفتر مطبوعات ریاست امور داخلی دوشنبه ارکین جان مقومفی 49 ساله پیوسته در حالت سرخوشی به خانه‌اش آمده همسر خود را دشنام‌های قبیح می‌داده است. به قول منبع از جمله روز 1 سپتامبر در حالت مستی به خانه
خانه‌اش اومده همسرش رو حتی در نزد فرزندان و بیرون از محیط خانواده دشنام و حقارت‌های قبیح داده با چنین ترتیب آرامی شهروندان رو خلل‌دار کرده است. مقامات میگن نسبت به ارکین مقاموف با اتهام مای دعوابوشی پرونده باز کرده با حکم دادگاه او به 7 شبانه روز حبس محکوم شده است. در عکسایی که مقامات نشر کردن دیده می شود که چگونه ارکین مقاموف حوله و فرش را توزیع میکند. ضمن لاتوکوف و حضور همسران در تاجیکستان پدیده توزیع نیست، اما خیلی کم از حالتایی که زنان از این عمل شوهران خود به مقامات شکایت میکنند و مردان نیز مجازات میشوند. در جامعه سنتی تاجیکستان شکایت همسر از بالای شوهر به مقامات عیب حساب میشود. و با کمیته کار با زنان رو میاریم که در اونجا گفتند که از نشر نوارهای به اصطلاح افشاگری خیانت زنان جدی نگرانند و خواستار پیشگیری از چنین عملها شد. مقامات گفتند که این موضوع باید در چارچوب خانواده حل شود، نه اینکه عمومی گردد. مسئولان کمیته گفتند مسئله پخش چند ویدیوی ثبت شده از صحنه ملاقات عاشقان که به شبکه‌های اجتماعی راه یافته است نارواست و کسی حق ندارد به حریم خصوصی شهروندان وارد شود. مسئله مورد نگرانی این است که افراد ناشناس به خود حق میدهند به خانه شهروندان وارد شده، صحنه آشکار شدن عاشقان را ثبت و این نوارها را در اینترنت نشر کنند. نگرانی کمیته زنان در حالی است که اخیراً چند نواری به شبکه‌های اجتماعی راه یافت که گویا از صحنه خیانت زنان به شوهران خود نقل میکنند. صباحت محمد علی و مسئول رابطه با جامعه کمیته کار با زنان میگوید هدف آنهایی که نوارهای محاکمه زنان را پخش میکنند آبروی زن و مادر تاجیک را میبرند. محمد علی و روز 4 سپتامبر به رادیو آزادی سوال گذاشت که مردی که وقتی خیانت میکند چرا زنها نمی نویسند؟ چرا تنها مردان زنها را محکوم میکنند؟ مسئول کمیته کار با زنان و عائله با این حقیقت نوارهای خیانت را زیر سوال برد و گفت اگر زن در واقع هم خیانت کرده باشد پس این کار باید در دایره عائله بررسی شود، نه در شبکه‌های اجتماعی. در همین حال مقامات امور داخلی میگویند از این نوارها خبر دارند ولی تا حال در این زمینه شکایت دریافت نکردند. یک مسئول دفتر مطبوعات این وزارت به رادیو آزادی گفت با محض دریافت حتما دست به کار خواهند شد و این مسئول به تکرار میگوید قانون‌های تاجیکستان محاکمه و مجازات خودسرانه را اجازه نمیدهد و تنها نهادهای دخلدار هستند که حق دارند درستی و نادرستی اعمال شهروندان را بهاگذاری کنند. عاملان محاکمه‌های خودسرانه مجازات میشوند، گفت این مسئول پلیس که نخست البته نامش نشر شود. و در همین حال جامعه شناسان در تاجیکستان میگویند افزایش حادثه‌های ثبت غیرقانونی حیات خصوصی شهروندان و استنطاق لاتوکوبی آنها برای گیاه صادر کردن گناه در صورت بی‌جزا ماندنش میتواند جامعه را بی‌بندوبار کند و به پدیده خطرناک تبدیل شود. و یک خبر دیگر هم داریم از کمیته اندوز که این کمیته رهبر گروه استراتژی گلشن را برای فعالیت بدون پتنت جریمه کرده است. مقامات بختیار ابراهیموف را برای عوضخوانی بدون پتنت در طرفخانه عیبدار میکنند. بختیار ابراهیموف رهبر گروه استراتژی گلشن هر شام در طرفخانه پامیر لابیرینت بدون شرطنامه با صاحب طرفخانه و بدون پتنت هنرنمایی کرده درآمدی معین به دست می آورده است. گفته می شود نسبت ابراهیموف برای بقای در مقامات اندوز به فعالیت مشغول شدن به مبلغ 1.5 سومانی پروتکل معمولی ترتیب داده شد. این مسئول کمیته اندوز میگوید آوازخوان بختیار ابراهیموف فعالیت صاحبکاری خود را از روی پتنت 30 دکامبر سال 2017 قطع نموده است، اما هر شام در طرفخانه مذکور هنرنمایی نموده درآمدی معین به دست می‌آورد. ابراهیموف بیشتر از 5 سال است که رهبری گروه استراتژی گلشن را بر دوش دارد و مالیات یا اجازه فعالیت برای آوازخوانی در تاجیکستان چند سال پیش جاری شد و آوازخوانان همچون صاحبکار انفرادی باید هر ماه به بودجه دولتی پول سپارند. مبلغ پتنت برای آوازخوانان گوناگون است، اما خود آنها میگویند در اساس پتنت هر ماه بیش از 800 سومانی به بودجه میسپارند. نتیجه تفتیش‌های ناظران اندوز نشان داده است که اکثر هنرمندان در طرفخانه و مرکزهای دلخوشی برای هر یک روز کاری از سرایندگی از 100 تا 200 سومانی و برای نوازنده و برنده و رقاصه 70 تا 100 سومانی درآمد میبینند و حق خدمت رسانی هم میگیرند. با گفته مقامات اندوز در دوام 7 ماه سال جاری بیش از 300 هنرمند که در گذشته همچون اندوز سپرنده در مقامات اندوز ثبت نشده و فعالیت خود را در دوره‌های گوناگون قطع نمودند بیشتر 250,000 سومانی جریمه شدند. بر اساس آمار کمیته اندوز تا 1 آگوست سال 2018 در مقامات اندوز همگی 1825 نفر از روی فعالیت سرایندگی، نوازندگی، رقاصگی و تشکیل دیگر چرابینی‌های فرهنگی از قید دولتی گذشتند. بیننده عزیز، چند خبری بود که با شما در میان گذاشتم. خبرهای بیشتر از این را هم در دست داریم. خبرهای مهم هستند. ما را بعد از 3 ساعت دیگر در پخش مستقیم بازم همراهی کنید.